زوراوری اعضایان عائله نسبت همدیگر آبروریزی نیست مگر مثال این چند روز پیش مثلا نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که مایندر با دختر شوهر در حال مناقشه قرار داشتند. اون چیزی که باعث تاسف است که در شبکه اجتماعی روی کار آمد و مردم دیدند که مایندر با دختر شوهرش کاش فرزندا صبر میکردن پدری خانه بیاید، چون حکم پدری دارد، مقام مجازی الهی دارد در خانه. بله مایندر مادر شده نمیتواند، اما حکمش از نگاه عرفانی حکم مادر است، احترامش واجب است. مثلا برای فرزند خیلی مشکل است، خیلی سخت است که در قدمگاه مادر یک بار در جای کسی را میبیند که معموس نیست، اونس ندارد، الفت ندارد، رشک هم هست، حسد هم هست، غیرت هم هست، ناتوانبینی هم هست. خب در این نقش اول و آخر و همه را سازنده را مایندر میبازد. بسوز و بساز، دیگر راه دیگر نداری. این فرزند بفهم عزیزترین و جگرگوشه پاره جگرش از دست داده است. اون نمیتواند این قبول نمیتواند برداشت کرده، نمیتواند کسی در جای مادرش ببیند. برای همین نوازش، الفت، اونس گرفتن، بوسه کردن، جان گفتن و خوب گفتن، علم و سواد به کار بردن، خرافات را کنار گذاشتن، جهالت را زیر خاک ماندن، صبر و تحمل کن که برد کنی. گفتم که آبرو قطره قطره جمع می شود، بسوز و بساز. اما زوری به هیچ عنوانی زوراوری راه حل نیست. نه از جانب فرزندان، نه از جانب مایندر، نه از جانب پدر خانه. زوراوری، خشن رفتاری، بدزبانی راه حل نیست. مایندر چون خدا این شرف براش داده است که مادر شد برای کسی، برای فرزندان کسی، این باید تمام عمر شکرگزار باشد، یعنی از خود نرود. ببینید کسی به شوهر رو با شوهردار قیاس کنید. یک آدمی که شب و روز خدا میگوید، التجا میکند، التماس میکند که یکم شوهر خوبه خدا نصیبش کند، بعد اون دیوار سنگین تکیه کند، پشت پناهش باشد، عزت و آبرو و حیثیتش باشد، این همه آرزوها را داشت، پروردگار شوهرش نصیبش کرد. پس شکرگزار باید باشد، کفران نعمت نکند، دیگر غرور پیشه نکند، متکبر نباید باشد. نه تنها همسر کسی شد بلکه مادری برای کسی شد. شأن خیلی عالی پروردگار براش نصیب کرد که یتیما و بستگان و پیوندانی که از مادری مرحوم مانده است با اون سروری است و این باید مادر باشد و حکم مادری گرفته است. ناسپاس، ناشکر، کفران نعمت نکند و قدر قیمت خودش را داند. اون عقد نکاح را پروردگار میسر گرداند. به اندک یافتگی باید قناعت کند. این است آبروی اعتبار زنی که مایندر می شود یا که به حیث مادر می آید. یک روز پیش باید فراموش نکنیم. دیروز در کدام حالت قرار داشتی؟ نه همسر، نه پشت پناه، نه سایبان، نه رزق و نانآور کسی نبود. پیش از نکاح میدانی که چگونه خانه می روی. مایندر را در نظر دارم. پس تصمیم تا بگیر. شوهرم باید نقش اول دارد. پیش از اون که اون مایندر به این خانه بیاید، پدر خانه باید کوشش کند فرزندا را از نگاه عقلی، از نگاه ذهنی باید آماده کند. حسن تفاهم، عقل و دانش و سواد و مهارت این مد اول باید گذاشته شود. اگر سوی تفاهم بین فرض کرده مایندر و دختر، مایندر و پسر آمد، پدر خانه تصمیم میگیرد نه فرزند خانه. پدر میشیند عاقلانه تصمیم میگیرد. اگر اینا با هم سازش گرفتن خیلی خوب، اگر سازش نشد باید جدا شوند. نه اینکه شوهر با همسر جدا شود. حتما باید فرزند مسکنش رو عوض کند. البته پدر کمک میکند، خودش کمک میکنه، باید مسکن عوض شود. برای همین سنگ ملامت به طرف نمیزنیم. سنگ ملامت بر سر کسی میزنیم که این حادثه ها را در شبکه‌های اجتماعی میگذارد. خب متاسفانه این دردهای جامعه هستند و امید است که زود از بین برده میشوند.